من از عطاران واقعا این انتظار رو نداشتم. بدترین عطاران کل تلویزیون و سینما ایرانه و انگار که عطاران دیگه هیچی نیست. یعنی در کنار بدترین آدمایی که فکر میکنن کمدینن ولی دلغکن و هیچ کاری نمیتونن بکنن، فقط با شوخی جنسی میتونن یه لبخندی یه خنده از بعضی از آدما. اینم خنده نگرفت تو سالن، اینم نمیتونه بگیره. از بقیه بیشتر بود ولی نگرفت. که خودش میدونه وضعش خرابه دیگه، نداره اون استعداد و شوخ شنگی رو، هیچی نداره. تو این نشست خبری چه مسخره بود. تو فیلم چقدر بده، چقدر هیچی از عطاران نیست. من یه چیز دیگه غیر از شک و دیبا لحظات اروتیک داره فیلم از طریق اون خانم. بله بشه، بله اونم داره. شدت کثافت اونجا. ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال و لایک و کامنت کانال خودتون رو حمایت کنید.